24 ساعت با یک تیم. امروز یه گردونه داریم که میچرخونیم، هر تیمی درات مثلا رئال، ترکیب اون از بازیکن‌ها میچینیم که تو رئال بودن. خب الان ما اینجا هر تیمی که درات مثلا رئال مادرید، گرت بیل قبلا تو رئال بوده میتونیم بیاریم، رونالدو قبلا تو رئال بوده میتونیم بیاریم، مثلا بارسا، مسی قبلا تو بارسا بوده میتونیم بیاریم، بازیکنانی هم که قبلا تو اون تیم‌ها باشن هم میتونیم بیاریم. خب اولین گردونه یا رئال، یوونتوس، چه سهش اینجوری نوشته یوونتوس. حالا فکرم بذار برسه. آقا نگاه ما اینجا خب همه بازیکنان یوونتوس، رونالدو قبلا تو یوونتوس بوده، اولین بازیکن برای یوونتوس خریداری شد، حالا اینجا رئال مادریده. اولین بازیکن یکی. خب یوونتوس دارن بازیکن‌های دیگه‌ای که تو یوونتوس بنظرم بازی بذار گلر، ماچ ور بوفون. خب بوفون هم گرفتیم. 2 تا از بازیکن‌های یوونتوس کامل شده و 9 تا دیگه میخوان. نمیشناسمش ولی بیا نمار کی گیرمون دستمون بیاد از یوونتوس میاریم. دیبالا 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 دیبالا. لا فقط اینجا رئال مادرید دیگه، ناراحت نشی. دیبالا دیبالا. کیلینی شماره 3 دوست داشتنی، نه دوست ندارمه. اینم هست، اینم خریداری میشه. من نمیدونم چند تا بازیکن گرفتیم یوونتوسیه بخریم. هرچی یوونتوس که دستم میاد من میگیرم، من برام مهمی. این رئال اینم یه بازیکن دیگه از یوونتوس. لطفا یادتون نره که لایک و سابسکرایب ما رو انجام بدید. یوونتوس بذار مهاجم کم داریم. یوونتوس مهاجم، یوونتوس هم مهاجم نداره. تو این حالا همزه یه بازیکنان یه دیگه میذاریم تو چیزی. آقا جان اینا اینا مهاجمه؟ نمیدونم اینا دفاعی. خب دفاع یوونتوس. چند تا یوونتوسی پای سرم. خب بخریم، بعدی هم بخریم. خب دیگه از ببینیم بازیکن‌ها در اکسل الان چند تا شده با حرف نزن. خب الان بذار این بازیکن‌ها رو میارم اینجا. این پستش دفاع. سی ام کجا شما هافبک؟ خب کیلینی سی بی داداش هم کجا بازی میکنی؟ اینجا میزنم دیبالا. سی بیارم تو. بوفون تو کجا بازی میکنی؟ سیم تو رو باید بذارمت اینجا. اومای نیست کجا بازی میکنی؟ سی ام. خب اینم اینجاست. اینم اینجا قشنگ اندازه خود بازیکنه گرفتیم و آر بی همونجا بذار باشی. خب آقا جان این ترکیب یوونتوس میشه چقدرم زیبا. بریم اولین بازی رو انجام بدیم. ببخشید من حالا تصویر برام میکنم دیگه. خب بازی شروع میکنی در رئال مادرید ولی بازیکنان یوونتوس. خواسته میدن آقا توضیح نده، از توضیح آشنامو که بدونی. خب حالا شروع میکنه عریف بازی رو.
دیبالا یه دونه میکشه عقب و شوتشو دیبالا شماره 10 تیم. اومدم تو پاد داداش، برس کریس. ای کریس نرسی، اگه میرسی چی میشد؟ کریس دلها. بده پاستو کریس. ای نشد. خب پاسو بده، برو حرکت. کریستیانو شوت تا کورنر. خب حرکت بونو مایی. تو پالو دادی ولی خودش در میکنه. دوباره نزدیکه که لو بده. ما چرا اینجوری داریم بازی میکنیم نمیدانه. حالا یه سانتر، یه هد، یه پاس. حرکت میکنن این بازیکنان، میاریم تو عرض و شوت میزنیم و گل نمیشه. دروازه‌بان در اختیار میگیره. خب ضربه و درون دستان دروازه‌بان قرار میگیره. 2 دقیقه وقت اضافی میده این داور دوست داشتنی. میریم شوتو میزنیم و تیر دروازه و ریباند و کریستیانو نشد. چه تیری میزنه این بازیکن خوشگل ما. خب نیمه اول بد بازی کردیم با یه اختلاف خیلی بد. اگه گل بخوریم بیچاره میشیم. فقط همون تک گلمون هم دیوار زده. باید یه تصمیم واسه ترکیب بگیرم. این شکلیش کنم خوبه. دیبالا شما برید اونور بکنم بهتر باشه. خب حرکت میکنن، میرن بازیکنان ما که توپ در اختیار بگیرن ولی بازیکنان رد میشن. شالا خدایش گردونه بعدی رئال در فقط رئال در یه شوت و بیرون. شوت دیوالا خیلی بده و تو چارچوبم قرار نمیگیرد. ما 2 تا تیم قرار نیست بیشتر داریم. ضد حمله داریم میخوریم نه و بله دفع میکنیم توپ. خدا رو شکر. حالا یه شوت و بیرونه. یه خطا به نفع تیم حریف و کارت قرمز و اخراج مستقیم. وای. و سود پایان بازی به صدا در میاد و برد 1-0 تیم یوونتوس مقابل حریفش. بریم سراغ گردونه. خب آقا جان فقط دوست دارم رئال در بیاد. تو رو خدا رئال در نداری. هم بیبون چرا ردش میکنی؟ رئال آقا من میخوام. پی اس جی هم خوبه دیگه. حالا بذار بیاریم گل. 3 بار چرخوندم. آقا جان دیدین که 3 بار در اومد. دوست داشتم رئال در بیاد ولی در نیومد. خب مسی تو پی اس جی بازی کرده. مسی در رئال مادرید. خب مسی امباپه حقیقتاً امباپه امسال تو رئال دیگه. به تیمتون خوش آمدید. زودتر اومدی به تیمت. نیمار شماره 3. چرا نیمار شماره 3؟ آقا خط حمله کلا کامل شد. پی اس جی کاوانی هرچی من گیره دستم بیاد بودم. سلطان دفاع، سلطان قلب و سرخیو راموس. سلام
یه کاری خود بازی گردونه کرد که توی تیم رونالدو بیا، توی تیمم مسی بیا، چون 2 تیمم در مجموع هست. و ایشون که امسال رفتن به فلومیننزه و دیگه انشالله خوشایند باشه برای گلر پی اس جی ویکتور نواس و نورمقدر. خب به این ترکیب چی نمیاد؟ آقا این در مجموع شد ترکیب پی اس جی. بریم که بازی رو شروع کنیم و تصویر خودمون رو بیاریم این بر. امیدوارم که و اینو بگم یوونتوس 3 امتیاز به دست آورد چون تنها بردش بود. پی اس جی اگه که میخواد بالاتر از یوونتوس قرار بگیره حداقل و این بازی رو ببره. آقا شاید بگین چرا با یوونتوس مساوی نشه، چرا بالاتر؟ ما از روی چون که یه بازی هم هست اومده ما هر 2 تیما یه بازیاشون رو بردن. خب ما به خاطر قدمت بیشترشون اگه مثلا الان یوونتوس برده فقط رونالدو توش خوب بوده، بوفون بوده، خب ولی پی اس جی امباپه بوده، نیمار بوده، سرخیو راموس قدمت بیشتری داره و به خاطر همین چون که میدونم هر 2 تیم‌ها با احتمال زیاد ببرن، برای همین روی قدمت اون تیمه که صدر جدول قرار میگیره. اگرم که پی اس جی مساوی کنه یا کلا ببازه که دیگه یوونتوس قهرمان خواهد شد. خب بریم ضد حمله اول رو بزنیم. بده آقا مسی رو. آقا مسی بودو آنکار مسی، اندرس مسی، آنکار مسی، آنکار مسی. چرا بیرون؟ آقا واقعا چون پشیم بودم از بازی کردنم گلای حریفو بهتون نشون ندادم. خیلی بد بازی کردم و 3-0 پی اس جی بازنده میدان شد و یوونتوس بهتر از پی اس جی عمل کرد. رونالدو هم بهتر از مسی عمل کرد. مسی 100 تا دروازه تک به تک دروازه خالی ها زد بیرون. خب پس یوونتوس صدر جدول و پی اس جی دوم جدول با 0 امتیاز میمونه و لایک و سابسکرایب ما فراموش نشه. خدا نگهدار.